در دل تاریخ ادب فارسی نامی می‌درخشد که همچون عطری جاودانه روح و جان ما را به دنیایی پر از عرفان و حکمت می‌برد. عطار نیشابوری، شاعر، عارف و حکیم قرن ششم که با آثار ماندگارش چون منطق الطیر و تذکرة الاولیا پلی میان انسان و حقیقتی فراتر از کلمات ساخته است. در سفری کوتاه زندگی و اندیشه‌های این بزرگمرد را کشف کنید. کسی که شعرش نه تنها زیبایی بلکه راهنمایی برای رسیدن به خودشناسی و معنویت است. عطار نیشابوری یکی از برجسته‌ترین شاعران، عارفان و داروسازان سده ششم هجری ایران است که با آثار او تأثیر عمیقی بر عرفان و ادبیات فارسی گذاشته است. او نه تنها به واسطه اشعار عرفانیش بلکه به دلیل دیدگاه فلسفی و انسانگرایانه‌اش جایگاهی ویژه در تاریخ فرهنگ ایران دارد. فریدالدین عطار نیشابوری در حدود سال 537 هجری قمری در شهر نیشابور دیده به جهان گشود. نیشابور در آن زمان یکی از مراکز مهم فرهنگی، علمی و اقتصادی خراسان بود. پدر عطار داروساز و عطاری سرشناس بود و از همان کودکی فریدالدین با فن داروسازی و طبابت آشنا شد. تربیت خانوادگی و فضای علمی نیشابور باعث شد که ذهن او آمادگی و پذیرش دانش‌های مختلف را پیدا کند. عطار در دوران جوانی به فراگیری علوم مختلف پرداخت، از طب و داروسازی گرفته تا حدیث، تفسیر، فقه، فلسفه و عرفان. او در عطاری پدرش مشغول به کار بود و در این مسیر با اقشار مختلف مردم و بیماران سر و کار داشت. گفته می‌شود که دیدن رنج و درد مردم و شنیدن داستان‌های آنها در شکل‌گیری بینش عرفانی او بسیار مؤثر بود. او سفرهایی به شهرهای مختلف انجام داد و با بزرگان علم و عرفان زمان خود دیدار کرد. این سفرها نقش مهمی در پختگی فکری و روحی او داشت. نیشابور سده ششم هجری محل زندگی و رفت و آمد اندیشمندانی چون جوینی، خیام، احمد غزالی و حتی شاگردان نظام الملک طوسی بود. هر کودک مستعدی که در چنین فضایی رشد می‌کرد، ناگزیر جذب علم و دانش می‌شد. عطار با سفرهای متعددی همراه بود. او به شهرهای مانند بغداد، کوفه، مکه، دمشق و بلخ سفر کرد. با طریقت‌های مختلف عرفانی آشنا شد، از قادریه و سهروردیه گرفته تا ملامتیه. هر مکتب عرفانی دیدگاه خاصی نسبت به انسان، خدا، عشق و فنا داشت. عطار به جای پیروی کورکورانه از این مکاتب تلاش کرد با تأمل و درک شخصی اندیشه‌ای جامع و فردی خلق کند. در یک روز همه چیز تغییر کرد. بعد از آن اتفاق عطار دیگر انسان سابق نبود. او برای همیشه تغییر کرده بود. روزی درویشی فقیر و ساده‌دل به حضور عطار رسید و از عطار درخواست کمک کرد. اما عطار با او بدخلقی کرد. درویش از رفتار تند و بدخلق عطار ناراحت بود. رو به او کرد و گفت: اگر می‌خوای از دست من راحت شوی، همین حالا جلوی تو خواهم مرد. عطار با لبخندی تمسخرآمیز به او نگاه کرد و گفت: خب، هر چه می‌خوای بکن. درویش آرام نشست و شروع کرد به نفس کشیدن آرام و عمیق. لحظاتی نگذشت که درویش درست در مقابل عطار چشمایش را بست و آرام جان سپرد. عطار که ابتدا این رفتار را مسخره می‌دانست، ناگهان در سکوت آن لحظه فهمید که این مرگ آگاهانه و از سر اراده معنای عمیق دارد. یعنی درویش با رضایت کامل و بدون ترس از دنیا رفت. گویا از بندهای مادی رها شده بود. عطار ناگهان به هم ریخت. تمام منظومه فکری او در هم ریخته شده بود. او دیگر عارف شده بود و تغییر کرده بود. این تجربه باعث شد عطار به درک تازه‌ای از زندگی و مرگ برسد و مسیر عرفانیش تغییر کند. او فهمید که مرگ فقط پایان نیست، بلکه دروازه‌ای به سوی حقیقتی بزرگتر است و پذیرش آن راز رسیدن به آرامش و وصل است. عطار تصمیم گرفت که خود را وقف سلوک باطنی و عرفان کند. نقطه آغاز این دگرگونی عمیق درونی شاید تجربه مرگ‌اندیشی یا ملاقات با یک پیر صوفی بوده باشد. اما بی تردید عطار به مرحله رسیده بود که دل از ظاهر دنیا بریده و به باطن هستی نگریست. در این دوره عطار شروع به نگارش قطعات پراکنده‌ای کرد که بیشتر به مناجات و دعا شباهت داشتند تا شعر. این قطعات بعدها الهام بخش نگارش آثاری مانند الهی‌نامه شدند. دغدغه او اکنون رسیدن به معرفت بود، نه فقط دانستن بلکه چشیدن حقیقت. نخستین اثر عمده‌ای که از او باقی مانده است الهی‌نامه. این اثر منظوم در قالب قصه‌هایی برای پادشاهی روایت می‌شود که می‌خواهد فرزندانش را به راه خدا هدایت کند. در این داستان‌ها هر یک از شاهزادگان خواسته‌ای دنیوی مطرح می‌کند و پادشاه با داستانی عرفانی پاسخ می‌دهد که ماهیت حقیقی زندگی را برایشان آشکار می‌سازد. پس از الهی‌نامه عطار اثر ستور منطق الطیر را پدید آورد که اوج شکوفایی اندیشه او به شمار می‌رود. این اثر که در قالب شعری بلند و تمثیلی نگاشته شده، داستانی پرندگانی است که در جستجوی پادشاهی به نام سیمرغ راهی سفری دشوار می‌شوند. در این سفر آنها باید از 7 وادی عبور کنند: طلب، عشق، معرفت، استغنا، توحید، غیرت و فقر و فنا. در پایان تنها 30 پرنده باقی می‌مانند که در می‌یابند سیمرغ چیزی جز انعکاس حقیقت آنها نیست. این مفهوم وحدت وجود یکی از اصلی‌ترین ارکان عرفان اسلامی است. در اشعار عطار نوعی شجاعت فکری دیده می‌شود. او از تعارفات زبانی عبور کرده و بی‌پروا از عشق الهی، نادانی بشر، ریاکاری زاهدان و حتی تلخی مرگ سخن می‌گوید. نگاه او در عین عرفانی بودن واقع‌گرایانه است. او انسان را همانگونه که هست می‌بیند، با تمام ضعف‌ها، ولی راه کمال را نیز برایش ترسیم می‌کند. عطار به خوبی می‌دانست که انسان برای درک حقیقت نیاز به مشارکت ذهنی و عاطفی دارد. از این رو او اشعار خود را با زبانی سرشار از استعاره، ایهام، پرسش‌های فلسفی و تشبیهات عرفانی می‌آراست. او خواننده را وادار می‌کرد که فکر کند، بپرسد و گاهی حتی تردید کند، چرا که تردید از نگاه او بخشی از سلوک حقیقی است.
عطار یکی از شناخته شده‌ترین و محبوب‌ترین شاعران و عارفان خراسان تبدیل شده بود. آثارش به سرعت در سراسر ایران و حتی ماوراءالنهر دست به دست می‌گشت و در محافل علمی و صوفیانه خوانده می‌شد. شهر نیشابور، زادگاه و محل زندگی عطار در سده 6 و 7 هجری از مراکز مهم فرهنگی و علمی ایران بود. اما این شهر باشکوه در سال 618 هجری قمری با حمله مغولان دچار فاجعه‌ای ویرانگر شد. مغولان به دنبال فتح سرزمین‌های اسلامی وارد خراسان شدند و نیشابور را به طرز بی‌رحمانه‌ای ویران کردند. گزارش‌ها و منابع تاریخی از کشتار گسترده مردم نیشابور حکایت دارند. در این فاجعه قریب به 1 میلیون نفر از جمله علما، شاعران، کودکان و زنان کشته شدند. عطار نیز بنابر روایات مشهور در همین حمله جان خود را از دست داد. شیوه مرگ او اگرچه دقیق مشخص نیست، اما در روایت‌های متعددی آمده که حالتی اسطوره‌ای به خود گرفته است. در روایتی چنین نقل می‌شود که پس از ورود سربازان مغول به شهر نیشابور، پیرمردی فرتوت از بالای پشت بام سنگ به سمت سربازان پرتاب می‌کرد. وقتی که از او جویا می‌شدند، مقصودت چیست؟ یک پاسخ: دینم را به وطن ادا می‌کنم. در آن هنگام سربازان مغول را دستگیر کرده و به فجیع‌ترین شکل ممکن به شهادت می‌رسانند. چون ز مرغ سحر فغان برخاست، ناله از طاق آسمان برخاست. صبح چون در دمی دست بس کوه، آتشی از همه جهان برخاست. عنبر شب چو سوخت ز آتش صبح، بوی عنبر ز گلستان برخاست. سپر آفتاب تیغ کشید، قلم عافیت ز جان برخاست. ساقی از در آمد و بنشست، صد قیامت به یک زمان برخاست. کس چه داند که چون شراب بخورد، شور چون از شکرستان برخاست. ز آرزوی سماع و شاهد و می، از همه عاشقان فغان برخاست. باده ناخورده مست شد عطار، سوی مدح خدایگان. این غزل عطار درباره بیداری معنوی، شور و اشتیاق به حق و تأثیر آن بر دلهای عاشق است. صبح و نور نماد آگاهی و حق هستند که تاریکی جهل و غفلت را می‌سوزانند. عشق الهی همچون شرابی است که انسان را مست و شاداب می‌کند و او را به سمت پرستش معبود می‌کشاند. عطار این تجربه عرفانی را با تصویرهای زیبا و تمثیل‌های عاشقانه بیان می‌کند. عطار نیشابوری اگرچه در قرن 6 هجری میزیست، اما آثار، افکار و سبک زندگیش چنان ژرف و تاثیرگذار بود که جایگاه او فراتر از مرزهای زمانی و جغرافیایی رفت. او نه فقط متعلق به نیشابور یا ایران، بلکه چهره‌ای جهانی در عرصه عرفان و ادبیات شناخته می‌شود. برای مردم ایران عطار همواره نماد تفکر عارفانه، سادگی زیستن و شکوه روح انسانی بوده است. حتی کسانی که اشعار او را به صورت کامل نخوانده‌اند، از طریق ضرب المثل‌ها، نقل قول‌ها و فرهنگ عمومی با او آشنایی دارند. بسیاری از مفاهیم عرفانی که در ادبیات عامه رواج یافته، ریشه در اشعار و افکار عطار دارد. نام عطار در کنار خیام و فردوسی از افتخارات بزرگ نیشابور محسوب می‌شود. آرامگاه او در این شهر زیارتگاه دوستداران ادب و عرفان است. جشنواره‌ها، نشست‌های ادبی و بزرگداشت‌هایی که به نام او برگزار می‌شود، بیانگر جایگاه فرهنگی والای اوست. آثار عطار به ویژه منطق الطیر و تذکرات الاولیا در نظام آموزشی عالی ایران هم در رشته‌های ادبیات و هم در حوزه‌های علوم انسانی و فلسفه پژوهش‌های بسیاری درباره ساختار روایی، زبان شعری، اندیشه عرفانی و سبک بیان عطار صورت گرفته و همچنان ادامه دارد. تاکنون بسیاری از آثار عطار به زبان‌های مختلف ترجمه شدند: انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ترکی، عربی، روسی و اردو. مترجمانی چون رینولد نیکلسون و سیریل گلاسر ترجمه‌های ارزشمند از منطق الطیر به انگلیسی ارائه دادند. این ترجمه‌ها نقش مهمی در آشنایی جهانیان با عرفان ایرانی و اسلام داشتند و جایگاه عطار را در تاریخ ادبیات جهانی تثبیت کردند. یکی از جنبه‌های برجسته اندیشه عطار، نگاه جامع و عمیق او به رابطه میان انسان، جهان هستی و خداوند است. در آثار او انسان نه موجودی جدا افتاده از هستی، بلکه بخشی از کل آفرینش است. بازگشت به اصل خویش. انسان در اندیشه عطار یک سالک بالقوه است، موجودی که از عالم معنا به جهان خاکی فرود آمده تا با سلوک و تجربه دوباره به سرچشمه خود بازگردد. عطار انسان را دارای ظرفیت درک حقیقت می‌داند، اما برای رسیدن به آن باید از من عبور کند. من در آثار او نماد نفس، غرور و جهل است. در نگاه عطار خداوند حقیقتی است فراگیر، مطلق و غیر قابل درک برای عقل محدود انسانی. انسان نمی‌تواند او را بشناسد مگر از راه عشق، شهود و فنا. خداوند در نظر عطار هم دور است و هم نزدیک، هم غایب هم حاضر. جهان در نگاه عطار مظهر تجلی حق است. همه پدیده‌ها و موجودات جلوه‌ای از صفات الهی اند. همه چیز در این عالم بی‌معنا نیست، حتی درد و رنج. این نگاه به جهان دیدگاهی سراسر معناگرایانه و عرفانی است که در آن حتی اندوه و فنا نیز حامل حکمتند. از دیدگاه عطار هدف نهایی زندگی انسان بازگشت به سرچشمه وجود است، به جایی که از آن آمده است. این هدف با عبور از 7 وادی و سلوک باطنی حاصل می‌شود. در این مسیر سالک باید از تعلقات دنیوی، آرزوهای شخصی و حتی عقل فراتر رود تا بتواند
حقیقت را بیابد. ویراس عطار در 3 حوزه اصلی جلوه‌گر است: شعر، عرفان و اندیشه انسانی. در شعر او زبانی تازه و عمیق پدید آورد که توانست مفاهیم پیچیده عرفانی را در قالبی هنرمندانه و ساده بیان کند. در عرفان او مسیری برای سلوک شخصی طراحی کرد که همزمان با عقل، دل و شهود پیش می‌رود و در اندیشه انسانی او کرامت، عشق، گذشت، فقر، فنا و یگانگی را به عنوان ارزش‌های بنیادین. آن عشق که دل سوخت و جان زد، آتش به دل و تن فروزان زد. عشق چون آتش بیرحم بود، جان را به خود. تا نشناسی راز این جهان، نیابی راه و نشان. هر که خود را نشناخت اینجا، ره به سر منزل نشناخت جا. عطار نیشابوری با زبانی شیرین ولی معنای تلخ و ژرف ما را در مسیر شناخت خود و خدای خویش قرار می‌دهد. پایان زندگی او آغازی افقی است برای اندیشیدن به چیزی فراتر از زندگی روزمره. با خواندن آثارش ما نه فقط با شاعر و عارفی بزرگ آشنا می‌شویم، بلکه به آینه‌ای می‌نگریم که می‌تواند چهره حقیقت را به ما نشان دهد. باشد که این آشنایی تنها یک خوانش نباشد، بلکه آغازی باشد برای سلوک، تأمل و کشف درونی. عطار سالها در دریای بیکران عشق و معرفت غرق شد. او با قلمی آتشین شور زندگی و رازهای هستی را نوشت. مرگ برایش نه پایان که تجدید حیات بود، زیرا جانش با کلماتش جاودانه در قلب‌ها می‌رقصد و هنوز زنده است.